چارلی چاپلین بازیگر، طنزنویس، فیلمساز و آهنگساز انگلیسی بود. چاپلین از طریق شخصیت سینمایی خود یعنی ولگرد کوچولو به نماد جهانی بدل شد و یکی از مهمترین چهره‌های تاریخ سینما محسوب می شود. چارلی یکی از شخصیت‌هایی که با تلاش و ممارست توانست که از فقر به سرمایه‌دارترین عصر خودش مبدل شود. دوران کودکی چاپلین در لندن با فقر و سختی گذرانده شد، به طوری که پدرش مفقود بود و مادرش با مشکلات مالی دست پنجه نرم میکرد. پدر چاپلین زمانی که او 12 ساله بود درگذشت. او پیش از 9 سالگی 2 بار بر دوی کار فرستاده شد. زمانی که 14 سال بود مادرش در آسایشگاه روانی بستری شد. چاپلین اجرا را از سنین پایین آغاز کرد و بعدها به عنوان بازیگر تئاتر و کمدین مشغول به کار شد. او در 19 سالگی با شرکت فرد کانو قرارداد بست و این شرکت او را به ایالات متحده برد. او برای صنعت سینما کشف شد و در سال 1914 برای استودیوی کیستون آغاز به کار کرد. او خیلی زود شخصیت ولگرد کوچولو را به وجود آورد و شمار زیادی از علاقمندان را به خود جلب کرد. او فیلم‌های خود را کارگردانی کرد و همچنان که به شرکت آسنای موچوال و فرست نشال می رفت به بهبود هنر خود ادامه داد. تا سال 1918 او یکی از چهره‌های مشهور جهان بود. چاپلین نویسندگی، کارگردانی، تهیه کنندگی، تدوین، بازیگری و آهنگسازی اکثر فیلم‌هایش را بر عهده داشت. او کمالگرا بود و استقلال مالی او را قادر ساخت تا سالها صرف توسعه و ساخت فیلم کند. در سال 1916 شرکت فیلم موچوال مبلغ $607,000 با چاپلین قرارداد بست و در مدت 18 ماه وی 12 فیلم بلند کمدی برای آنها ساخت. فیلم های چاپلین در مجموع $10.5 میلیون آمریکایی سود کرد. چارلی سرانجام در 25 دسامبر 1977 در سن 88 سالگی پس از گذشت چند سال بیماری درگذشت. وی در روستایی در سوئیس نزدیک محل زندگیش به خاک سپرده شد.